یک نفر رو بچاقی از درون یک سازمان که بره پیام بازاریابی تو رو به مدیر منتقل کنه. از 1001 ارسال پیام بازاریابی برای مشاورین املاک خفن تره. حرفم متوجه شدی؟ نکته بعدی، شبکه‌های اجتماعی برای اینا همه چیز نیست، یه وسیله است. یه نسل وایی خیلی راحت تر از یه نسل زدی گوشیشو میبنده پرت میکنه بغل. دارم میگم سخته ها، اعتیاده وجود داره ها، ولی به مراتب یه نسل وایی خیلی ساده تر از گوشی دل میکنه، خیلی ساده تر میره. ولی یه نسل زدی کافیه یه روز اینترنت نداشته باشه، به اصطلاح خودشون اسکلش در میره. اولین نسل به دنبال موفقیت اجتماعی و زندگی سالم، یعنی استارت ارگانیک فودا، همه اینا مال نسل وای بود. اوکی بچه ها؟ خیلی اینا مهمه. اگه تو میری واسه نسل وای کار میکنی، خب تو متوجه شدی من اصلا سوسیس نمیخورم؟ مثلا شما متوجه شدین من گوشت نمیخورم؟ خب چی؟ آره، نوع زیست من یه رژیم خاص خودم رو دارم، تنها زندگی ناسالم هم یه چیزه. خب و اتفاقی که هست اینه که اولین نسلی هن که واقعا دنبال موفقیت و اون زندگی سالم بودن، ولی دوستانی داریم تو دفترمون که زندگی ناسالم خیلی زیادی دارن. خب اوکی، میریم بیرون بچه ها، میگم خب الان این چی داره، این سوسیس کالباس سگ چی داره، پیتزای مثلا مرغ هست، پیتزای مرغ بخور. نه، باید سوسیس کالباس داشته باشه 10%، بالای 10% هم بهشون جواب نمیده. بچه این حرف خیلی حرف مهمیه. نسل زد از همه چیز انتظار بالایی داره، از بابا انتظار بالا داره، از مامان انتظار بالا داره، از آب معدنی انتظار بالا داره. بعد بچه یه اتفاق دیگه، اگه میخواید این حرف منو درک کنید، برید آیسی مانکی رو بجویید. آیسی مانکی درست دست گذاشت با همین اتفاقات روی چی؟ روی قشر نسل زد و بعد به زودی آلفا. نسل زد یه نسلیه که بچه ها میتونه یه کاری بکنه که برنامه بازاریابی انساله کوکاکولا بره زیر سوال. خب اینو یه جا بنویسید. آیسی مانکی، من اینو دیدم بارها. رضا فکر کنم تو دیدی، به 2-3 نفر گفتم به چند تا نسل زد گفتم چی شد رفتی نوشابه آیسی مانکی رو خریدی؟ چی شد آیسی مانکی وجود کرد نوشابه بده بیرون وقتی کوکاکولا هست؟ بچه‌های نسل زد، یک به خاطر طعم آلبالویی و دو به خاطر فضاها و تصویرسازی ذهنیایی که آیسی مانکی انجام داده، الان دیگه کوکاکولا اکثرا ور نمیدارن، آیسی مانکی ور میداره. حالا تو حساب کن این برنامه بازاریابی میخواست بره رو نسل وای پیاده شه. چی؟ اسلاید لطفا. Thanks a lot. اما اسلاید پلیز بود. یه سری از بچه‌ها از کشور دیگه هستن. حالا بچه‌ها مورد بعدی، نسل حساسی که همیشه دنبال یه اینفلوئنسره. یعنی دیگه اینفلوئنسر پیدا نکنه تو کوچه‌شون یه اینفلوئنسر پیدا میکنه. اینا خیلی خوب دقت کنید بهش ها. بچه‌ها ماکان بند صدای خفنی داره؟ نه. ولی بلده تو لایف استایل اینفلوئنسر اینا باشه. یادتون یه زمانی دخترها خودشونو برای سیروان و زانیار میکشتن؟ زانیار سیروان. الان نسل زد خودشو برای ماکان، این امیر و اون روحا میکشه. چرا؟ چون داره ازش تو تیپ و استایل تأثیر میگیره، چون داره تو محبوبیت ازش تأثیر میگیره. خیلی به یه سری نکات دقت کنید بچه‌ها. جذابیت بصری از خود کارایی واسه نسل زد مهمتره. قبول دارین؟ دوپامینی دیگه.
موضوع بعدی بچه‌ها، ببین اونقدری رو این نسل جواب نمیده. نه، تصفیه سازی ذهنی، هیجان، دوپامین، همه اینا. وگرنه که بخوای تو فکر کنی مثلا آیسی مانکی داره رو استوری تلینگ چیز کار میکنه، اصلا تمام تبلیغات آیسی مانکی رو ببین، طرف میاد مثلا آخرین چیزی که باشه آیسی مانکی رو میکاره، 3 نفر شروع میکنن بیت باکس زدن. آیسی مانکی رو میکاره، یه مش اسکیت سوار از در و دیوار فلان میکنن. آیسی مانکی رو میکاره، یهو مثلا تو اکیپ به حرفش گوش میده. و این دقیقاً خلاهای ایناست دیگه. آیسی مانکی نمیخورده، بیرون قبولش نمیکردن، آیسی مانکی میخوره. حالا بچه نکته بعدی، مدیران قدیمی به هیچ وجه من الوجوه واسه این نسل تصمیم نگیرن، زیرش میزان. اوکی؟ قطعا نمیخوره. و نکته بعدی اینه که سخت‌ترین چالش ها الان در محیط های کاری با نسل زده. ببین خیلی باید حواست به احساسات پنهان نسل زد باشه. اینو خیلی دقت بکنید. چیزهایی که هست به تو نمیگه. اصلا نمیدونم، الان دوست داره که مثلا بره رو پشت بوم داد بکشه. الان دوست داره، من اینو بهت میگم، طبقه 3 دفتر نسل زدیزه است دیگه. خب بعد الان دوست داره همه‌شون سیگار در بیارن بکشن. بعد نکته بعدی اینه که یهو دوست دارن همه با هم هیپوپولوژیست گوش بدن. خب به خدا جدی میگم ها. بعد دوست دارن همه‌شون اون روز جفنگ لباس بپوشن. خب اون روز یهو مثلا یکیشون احساس میکنه که ای کاش توی یه کشور دیگه به دنیا می اومدم. به خدا جدی میگم ها. همون روز اون احساس منفیه کل روز شب میبره. مثلا یهو اینجوریه که یهو میخواد با تو صحبت کنه. بعد مثلا قانون اینه که باید وقت بگیری. الان میخوام صحبت کنم. بعد نکته بعدی هم اینه که از حرفهای نزده نسل زد بترسید. چی؟ نه برگشتم گفتم از نکن، تو یه جا برمیگردی میگی حرف نزن، ساکت باش، فلان نشه، بیسار نشه. خب اوکی، ولی من یه چیزی بهت بگم، نسل زد توی کار میخواد یکی بره دست بندازه پشت کمرش، یه کمره رو چیزو بگی دور سرت بگم چیه، بگو چی شده، دوست دخترت امروز چی شد. بعد نکن شفاف، نکن چیز دیگه بهت بگم، نسل وای و نسل ایکس یه حرمت و تابوی حالیشون بود، نسل زد اون حالیش نیست. خب چون نسل زد حالیش نیست، قبلا مثلا طرف میومد نسل وایی بود، من قشنگ یادم دیگه، میخواست بگه دوست دختر، میگه نامزد. خب ولی الان قشنگ ادبیات اینه، دوست دختر چیکار کرده؟ خب امشب میخوای فلان کارو کنی، امشب اینجوری شده، اونجوری شده، امشب میخوای مواد بکشی، امشب مواد کشیدی، امشب آدم میخوای بکشی، امشب میخوای بانک بزنی. هر شب هم یه برنامه جنایی دارن ها تو ذهنشون. اینا رو به خدا جدی بگیرید، راجع به اینا خیلی. بعد ببین اینا همه به خاطر محتوایی که مصرف میکننه. تو حساب کن یه نفری داره مثلا سریال پنگوئن رو من 10,000 بار گفتم، اگه یه نسل زدی 5 قسمت پنگوئن ببینه، فردا دوست داره که یه مافیا مواد مخدر باشه. میگم دوست داره، تو تولید محتواش تأثیر میذاره. خب ولی یه نسل وایی میگه بابا قشنگ بود، مرسی، اوکی. و بریم یه ذره جلوتر. بچه ها نسل آلفا هم که لطفاً شیر این نسل رو به موقع بهشون بدید، فعلا کاری باشون نداری. و این نسل با ویژگی‌های نسل زد به زودی توی یه لول آپ شده، قطعه به یقین خودشونو نشونتون میدن. استقبال کنید، جریان سازهای بی‌نظیری هن.
یه جنبندی بکنم از پارت 1 کارگاه. ما پارت 2 کارگاه بچه‌ها میریم توی نسل 1 و نسل 2 و نسل 3 و همه اینا رو توضیح میدیم. اگه پذیرایی آماده است به من یه علامتی بدید که بچه‌ها رو الان یه تایمی بخرم برسونمش به پذیرایی. نکته‌ای که هست بچه‌ها، ما الان یه کار اکشن پلن باید بکنیم. ببینیم اگه تو بیزینسی پیام مشاورین مخاطبش کدوم نسلیه. دیتای مثلا به فرض مثال سایتمو من دارم سئو کار میکنم، میدونم این کلمه رو نسبت به ذات اون کلمه داره یه آدم نسل فلانی سرچ میکنه. تو صفحه فرودم عکسای ساده تر بذارم. این مثلا میشه یه داستان خیلی دم دستی. خب زمانی که دارم تیم فروش ست میکنم به این آدم ها زنگ بزنه، اگه آدم اینه تون تون پیامای از چپ و راست نمیفهمه، اسکریپتی که میدم به تیم فروش اسکریپت نرمال شده مخصوص اون نسله باشه. اگه دارم برو نسل زد بازاریابی میکنم، فروشندم رو توجیه کنم که اگه داری با اینا فروش کار میکنی اینا این شکلی میکنن، اینا ممکنه پشت تلفن به تو فوش بدن، فلان کار بکنن، انعطاف تو باید بیشتر کنی، فلان اتفاق رو بیشتر کنی. اوکی. اگه من دارم پیام بازاریابی ست میکنم برای مثلا سالن فشیالم که نسل زد بگیرم، قطعا باید یه جای سیگار واسهشون لحاظ کنم، قطعا باید حواسم باشه که موزیک بی کلام دیگه جواب نمیده واسه اینا، قطعا باید به سری المان‌های دیگه دقت بکنم. حالا حواسمون به این باشه ما انتخاب میکنیم کدوم یک از این نسل‌ها اول از همه با نوع مایندست و عقاید خودمون سازگارتره. بعد نگاه میکنیم کدوم واسه ما پولسازتره. بعد نگاه میکنیم کدوم رو میتونیم راحت‌تر جذب کنیم. اگه اینو در آوردیم انتخاب کردیم، طبق اون نسل خودمون هم یه سری تغییرات تو خودمون میدیم. متوجه حرفم میشید بچه‌ها؟ یه بار دیگه. آره ببین نکن، حالا جلوتر میریم دیگه. ما اصلا حرفمون اینه که ما الان رفتیم تو نسل 6 بازاریابی همه جانبه، خلق اتفاقات و موضوعات. من اول باید بفهمم هر نسل دوست داره باهاش چجوری رفتار بشه. بعد بفهمم خودم چه شکلی فکر میکنم میلم به سمت کدوم نسله. خب بعد بفهمم کدوم نسل در این بیزینس، در این کالا برای من سودآوری بیشتری داره. مثلا من دارم رو پسنداز طلا کار میکنم، رو پسنداز طلا قطعا نسل زد الان نمیتونه مشتری من باشه. تهش میتونم از این سری توقعهای دیگه داشته باشم. خب وای ها میتونن مشتری من باشن، ایکس های شکلی. اگه میخوام ایکس رو تارگت کنم، نوع فیچر بنفیت سایت من متفاوت میشه. وای رو میخوام تارگت بکنم، پلتفرمی اپلیکیشنی میشه. حرف منو حالا فهمیدیم کی بیشتر سود داره، بیایم ببینیم کدومشون رو ما میتونیم سریعتر، راحتتر با استهلاک کمتری جذب کنیم. آقا شما دانشگاه حال خوب رو داری، الان مثلا پیرمرد پیرزنها سالمندها به حال خوب نیاز ندارن؟ دارن. ولی تو اگه بخوای بری تو اون سبک کار بکنی، ناخودآگاه شیوه گفتارت باید عوض شه. یه اتفاقی افتاد، اینو میگم بهتون، برید رادیو درج رو سرچ کنید. خب طرف اینجوری صحبت میکنه، میگه سلام، اوج فضیلت سالمند این است که فلان شود. بعد تو میای اینو گوش میدی، این خطای روز اولسته خودم هستا، تو گوش میدی میگی بابا این چه سوبره، این چیه، موزیک چه سگی دارید میدید. بعد یهو میری توی فوکوس گروپی میذاری میگی آقا این نسل فلانی، میگه آره. بعد ناکن یه چیز بهت بگم، پادکست حمید صباغی رو با اون صدای سرخ کردن اینا بذار کنار، یه نسل ایکس و بیبی بومر رو تصور کن که قبلا یه دونه این گرامافونا بوده، خب مرا ببوس، با 40 دقیقه طول میشه بگه ببوس. خب بعد تو داری چی کار میکنی؟ تو داری میگی که چی بونی آهنگه، کتابی دستم لا مامورا. خب بعد تو داری اینا رو با هم دیگه قیاس میکنی، نباید بکنی دیگه. پس بچه ها فهمیدین؟ متوجه شدین؟ دوست داشتین؟ مرسی. فهمیدین بچه ها؟ جاتون خالیه. برید بچه ها به قول قومی ها یه آبچو پخ کنید،
قومیا موقع استراحت یه آب خنک میریختن، چپق آب میخوردن، چپق میکشیدن. خب این آب چپق سر اونه، برید یه آب چپق بکنید بیاید. و حالا بحث طراحی وبسایت، طراحی اپلیکیشن، تقریبا میشه گفت تمام خدمات مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ رو پوشش میده با قیمت‌های کاملا اقتصادی. یعنی شما از ما با کوالیتی ما استعلام قیمت بگیرید، همون رو بیرون استعلام قیمت بگیرید. یه نکته دیگه، خیلی جاها هست که ما توان ظرفیت اجرای پروژه شما رو نداریم. به واسطه این 140,000 تا دانشجویی که تو این سالا داشتم ارتباطات خیلی گسترده‌ای دارم. یه جا میگم کار اصلا از دست من بر نمیاد، بیا برو بده فلانی، جلسه مشاوره میخوای راجع به این موضوع، پیج یاسین رو میدم، پیج بچه‌ها رو میدم. خب و نکته بعدی هم که هست اینه که ما خب فقط خیلی سریع بهتون بگم، یکی از دوره‌هایی که خیلی کد برگزار شد دوره C4 بود که خیلی از بچه‌ها که اینجا نشستن تو C4 بودن. همیشه میگم یه شاهکار هنریه. یکی از دوره‌هایی که امیدوارم دیگه فعلا برگزار نشه، فروشنی یک جلسه تراپیه. خب که ما گفته بودیم 10 جلسه، چهارشنبه جلسه 36 برگزار شد و هنوز که هنوزه داریم و اونجا حداقل 10 تای دیگه داریم. اونجا یه سبک جدیدی از فروش رو داریم میگیم. اینو یه بار میخوام بگم که تو ویدیو هم بیفته. کنار اون C4 پلاس رو داریم که خیلی خصوصی برگزار میشه که توی C4 پلاس کمپین میبندیم. خب اینو بهتون میگم، من قبل از این کمپین 74 میلیاردی کمپین 28 میلیاردی داشتم. بعد روزانه دارم کمپین میبندم جای مختلف و توی تقریبا تمام حوزه ها میبندم. دیتاهای اون و تبلیغ نویسی و این داستانا رو اونجا داریم ارائه میدیم. و اینکه الان در حال حاضر تنها چیزی که زومیم روش فقط بحث دوره سیستم بازاریابیه که مانور ما مانور سنگین نیست هیچ وقت رو دوره ها، چون کدامون ظرفیتش پایینه و دوره قیمتش 45 تومنه. مدل منم این شکلیه، کد 1 یه عدد، کد 2 گرونتر، الان کد 3 که با 12 تومن پر میشه. فقط یه فیچر اضافه کردم، دلیل فیچر رو جلوتر بهتون میگم. ما 4 ماه با همین و تو این 4 ماه 3 جلسه حضوری این شکلی داریم. خب یه جلسه قهوه با من دارید. توی جلسه قهوه با من شما دغدغه‌هاتون رو میگید و اتفاقات رو انجام میدین که حالا پشتش فکر بازاریابیش هم بهتون میگم. به اضافه اینکه مارکتینگ پلن نوشتن هم بهتون یاد میدم. مارکتینگ پلن وان پیج یه مارکتینگ پلن نه آسونه نه سخته، ولی دستت میاد چی کار کنی. و حالاها فکر هست، ایده هست. من تا حالا اینجا شاید 2-3 نفر کلا میدونم من یه دوره دارم مثل 44 روش بازاریابی. خب که اون باز خودش داستانه. حالا پوریا توی آنلاین هست. این که اعلام نمی کنیم چون سیستم فروش ما تماما اینباونده بچه‌ها. ما تماسی با شما تا حالا نگرفتیم. درست میگم؟ ممکنه زین پس اضافه کنیم. ولی اعتقاد دارم که فروش و اون ذهنیت بازاریابی اگه اینباوند باشه، اگه یه اوتباندی هم بیاد کنارش، تاثیرگذاریش خیلی بیشتره. و نکته بعدی هم من عجله ندارم به جایی برسم. الان حالم خوبه، الان شما اینجا نشستید حالم خوبه. وایس ها رو گوش میدید حالم خوبه. میای تو وبینار فیلیپ موریس یه تعداد میاد حالم خوبه. و اصلا عجله ندارم که بخوام یه کار هیجانی اتفاقات عجیب غریب انجام بدم. دلیل کلاس هایی که از این به بعد حضوری میذارم به خاطر اینکه خودم دوست دارم به سمت نسل 6 حرکت کنم. اوکی؟ اینو گفتم که بدونید. وگرنه 2 هفته پیش ما سمینار داشتیم. خب این هفته کارگاه گذاشتم. بعد سبک سمینار با کارگاه خیلی متفاوته. تشریح دیتیل، اتفاقات. و دلیلش رو تو نسل 6 میفهمید. و از ذهنیت خودم طراحی پروداکت‌ها، اتفاقات بیشتر سمت از نسل 4 به نسل 6. سوالو بپرس و شروع کنیم. دوره سیستم بازاریابی اطلاعاتش چقدر باید آپدیت؟ یعنی هر چه تایم یک بار باید آپدیت بشه. مثلا تحقیقات بازاریابی می‌دونیم هر یک تایم باید ما تحقیقات بازاریابی انجام بدیم. تو سیستم رو طراحی می‌کنی، هر روز آپدیتش می‌کنی دیگه. مثلا اطلاعاتی که از شما می‌گیریم دائم بعد
آپدیتش تو باگ پیدا میکنه تو سیستمت دیگه. یعنی نمونه مثلا افرادی که رو سیستم بازاریابی کار میکنن، رضا و حسین دو شریکن، خب که البته یه شریک دیگه هم دارن. خب سیستم بازاریابی و رضا خیلی آموزش ببین تره. زمانی که اومد تو سیستم بازاریابی گفت من میشم مسئول فلان و فلان، حسین میشه مسئول فلان. یه قسمت خالی موند که حالا اونو داریم الان کاورش میکنیم. خب بعد با همین اتفاق بیزینس رشد کرد. یعنی من یه چیزی برگشتم گفتم انبار انقدری شد انقدر، با همون تفکر سیستم بازاریابیه. خب نمیدونم، یا مثلا هفته پیش باگ بیزینس در اومد که ما کجا داریم لنگ میزنیم. مثلا ما تو اکویزیشن داشتیم لنگ میزدیم، حالا راههایی که تو اکویزیشن تو یه سری کارا بکنی خیلی مشخصه. و نکته بعدی هم اینم بهتون بگم، توی تفکر قیمت گذاری من یک برآوردی میشه که شما نزدیکترین پولی که از اون آموزش در میارید کیه؟ خب نسبت به نزدیکترین پول طراحی و قیمت گذاری انجام میشه. بچه شروع کنیم. خیلی داستانا رو میفهمید، خیلی از کارهای منو از این به بعد بهتر میفهمید. بچه نسل یک بازاریابی چیه؟ نسل یک باز میکنید بی زحمت؟ چیکار کنم؟ تصویرتون رو باز میکنید لطفا. تصویرم ای باز نیست؟ نه چشم، تصویر که هیچی. من جانمو میدم برای شما. سلام و درود خدا به تک تکتون و نفرین به کسایی که میتونستن حضوری بیان و نیومدن. من کینه‌ای نیستم ولی رفتار کینه‌ای دارم. خب نسل یک بازاریابی تولید محور. یه سری گزینه ها رو بهتون میگم که براتون قشنگ جا بیفته. بچه‌ها این نسل چی میگه؟ میگه تولید عرضه، تولید از عرضه. فروش رو یک نتیجه طبیعی برای تولید میدونه. خب پس یه بار دیگه میگم، فروش یه نتیجه طبیعی اگه تو تولید کنی. حالا یه موضوعی برمیگردم در تمامی مقالات میگن که نسل یک منسوخ شده، نسل دو منسوخ شده. در ایران هنوز توی کارخونه های صنعتی، شرکای های صنعتی بیزینس هایی هستن که تو بهشون رجوع میکنی بابت مشاوره استراتژی. میبینید تفکر نسل یکیه. از کجا میفهمی تفکر نسل یکیه؟ واحد سگ، واحد گوشتکوب، واحد گاو دارن ولی واحد مدیریت بازاریابی و فروش ندارن. یه نفر رو دارن که دستمال بگیره هر روز بره بچه‌ها فین کنن ولی واحد بازاریابی و فروش ندارن. آشپز دارن، واحد بازاریابی و فروش ندارن. یه نفر تو استایل شوهر خاله من نشسته میگه امروز دسته قاشقا رو چرمی بکنید، فردا اینو اینجوری بکنید، پس فردا این شکلی کنید. یه دیالوگو تو نسل یک تو هیچ کدوم از کتابا نخوندید. من بهتون میگم. میگه تو نسل یک کالا تولید میشد، نهایت اتفاق یک سری بازاریابی که در قالب ویزیتور بودن کالا رو فقط میرفتن به بازار عرضه میکنن. بفهم این است، این است. اوکی. حالا نکته بعدی، ویژگی های این نسل چیه؟ تمرکز رو تولید، هر روز قالب سازی، هر روز اصلاح خط تولید، هر روز فلان، هر روز بیسار، فقط تولید. ناموس ما تولیده فقط. نکته بعدی بچه ها، چی کار کنیم کیفیت افزایش پیدا کنه؟ ما بارها گفتیم کار یه مدیر باهوش اینه که فکر کنه. اینها به چیزی به جز افزایش کیفیت فکر نمی کردن. تولید، اول تولید میکنیم بعد تولیدمون رو با کیفیت میکنیم. متوجه شدین؟ تولید میکنیم، تولیدمون رو با کیفیت میکنیم. حالا یه نکته بچه ها، اگر میفهمی بیزینسی داره در نسل یک بازاریابی توپ میزنه، نه یا بهش بگو با صد آقا سایت میزنیم، تیزر رو تولید کنیم. بابا این اصلا شعورش به اون موضوع نمیرسد. خب مثل اینه که تو برگردی به یک نفری که میره توالت ایرانی درخواست کنی به خاطر فشار کم اومدن به زانوت برو فرنگی استفاده کن. این آدم اصلا نمیتونه اون حالت فرنگی رو تحمل کنه. اوکی؟ نصف مثالای من که جا میفته ربط داره به سرویس بهداشتی. اوکی؟ سگ تو این سرویس بهداشتی. جان
الان گفتم دیگه واحد بازاری به فروش نداره. این یک. جلوتر میگم با مدیر حرف زنی میگه تولید. خط تولید اسخر اومد یا نیومد؟ خط تولید خوابید فلان شد. خب اوکی، جلوتر میرسیم. لا ادرار فی، دستشویی نداشته باش. اوکی جانم، هر کی میگه استاد، من بهش میگم بغل دستید بی تربیته، استاد بابامه. جانم بچه‌ها ایسکا کردید یه بابا بپرسید، من با آغوش باز بهتون توهین میکنم. خب جانم، خودشون خرابن، به خدا مغزشون خرابه. ببین ناکن یه چیزی بهت بگم، بازار سنتی که این دیالوگو من بارها گفتم، بازار سنتی که مردم روانه یک جایی بشوند دیگه داره از بین میره. خب ناکن ما وقتی میایم تعریف بازار رو میکنیم، ما میگیم اجتماعی از مشتریان بالقوه و بالفعل که سر یه نیاز مشخص دور هم جمع شدن. نمیگیم جایی که اینا دارن کالا عرضه میکنن. بچه بازار تهران برای این خلق شد، اگه با تفکر مارکتینگ نگاه کنیم، که یک سری مشتریان بالقوه و بالفعل سر یه نیازی یه جایی میرفتن، در مسیر جای اینا عرضه کننده ها قرار میگیرن. تفکر اشتباه چی میگه؟ میگه بازار اونجاست که عرضه کننده وجود داره. نه، بازار لوکیشن فیزیکی نداره. وقتی میگیم مثلا بازار آنلاین، داریم راجع به چی صحبت کنیم؟ یکی اینجاست یکی اینجاست. متوجه حرفم میشین بچه‌ها؟ اوکی؟ مرسی. قانون رو بذاریم دوباره. آقا وقتی میگم اوکی 60 تون میاد بالا میگید اوکی، وگرنه 60 تون برای بغل دستیه. اوکی؟ اوکی. این فوشه ها، موفق باشید نیست ها. اوکی؟ جهانی سپاس. افزایش کیفیت رو داریم بچه ها. حالا نکته بعدی، بعد افزایش کیفیت ما زوممون روی کاهش هزینه است. اون کارگره کمتر بره دستشویی، اون اونجا اینجوری بشه، اون اتفاق بیفته، اون موضوع بشه، این کارگره نمیدونم شب با زنش دعوا نکنه، صبح کسل باشه، کمتر بتونه بسته بندی کنه. امروز این چند تا بسته تولید کرد، چیکار کنیم سرعت دستگاه بیشتر بشه، چیکار کنیم قالب گیر نکنه، چیکار کنیم فلان بشه، چیکار کنیم هزینه کم بشه. یه چیزی ما داریم بچه‌ها به اسم اقتصاد مقیاس، خب که میگه ما توی تفکری که داریم، حالا جلوتر من اینو گذاشتم، خب میرم جلوتر که ببینید که گذاشتم. خب میگه من هرچی بیشتر تولید کنم، خب سودم بیشتره. پس بچه چی میگه؟ میگه من هرچی تولید کنم سودم بیشتره. نکته بعدی، مخاطب کیه تو نسل یک؟ هر کی بشه، هر کی بشه. سگم از من خرید کنه بخره، هر کی از من خرید کنه من نوکرشم. تفکر اینو میگه. نمیگه ممکنه مشتری باشد که طبق تفکر پروداکت مارکت فیت، پروداکت من با مارکت اون نیاز اون فیت نشه. میگه هر کی خرید. یه حرف زشت دیگه هم نسل یک میگه من نیاز تو چیه؟ بیا یه تیکه از نیاز تو با یه تیکه کالای من برطرف کن. حرف منو متوجه شدین؟ اصلا محصول برای نیاز تو طراحی نمیشه. من یه چیز کلی دارم، تو بیا. من مثلا میگم مخاطبم دست شکسته، میگه من یه لیوان تولید کردم، تو اینو ورد طناب ببن بلند کن. به من چه؟ من بخوام تغییری بدم اینا وجود نداره. پس مخاطب هر کی بشه، هر کی پول بده. چرا مخاطب هر کی بشه بود بچه‌ها؟ چون کاملا رقابت سر تولید بود. اون موقع هم رقیب کم بود. حالا آدمه اگه بیاد با تفکر نسل یک توی بازار اقیانوس قرمزه بخواد توپ بزنه، همون کوسه ها جرش میدن. آفرین، دوباره با همون کوسه ها جرش میدن. الان میان میندازنمون بیرون، خب جرم میدن. یادش بخیر، خیلی خاطره داریم سرین. حالا نکته بعدی گفتم یکی سوال داشت بعدن، حواسم بود صلاح تونستم جواب بدم.
عدم توجه به نیاز مشتری. اینو که برگشتم گفتم نیاز من اینه، باشی خوش میگذره، نباشی دوستات هستن. حالا اینو برگشتم گفتم فروش نتیجه تولیده، هر کی تولید کنه میفروشه. بچه‌ها واقعا دیگه فروش نتیجه تولید نیست. مشتاق بگو. تفکر مدیرای کشورم فکر کنم همینه. بله همینه. هر سال اسم کشور به اسم مثلا تولید ملی داره رقم می‌زنه. البته یه سری اتفاقات سیاسی و موضوعات هست که بیراه نیست. اینو جدی میگم. یعنی اینکه آدمه به این فکر میکنه که یه سری اتفاقات داخل بیفته، یه سری نمیدونم نرخ‌ها جابجا شه، یه سری موضوعات نشه، ارزی خارج نشه، فلان نشه. 30-40 تا المانه. یعنی تو تحلیل بازار گفتم تصمیم گیری چند المانه. این میرسه که به اون اتفاق میفته، ولی تفکر درسته. اوکی. ببین ناکن، من راجع به زمانها صحبت میکنم، ولی ناکن نسل یکه مال زمان میگن انقلاب صنعتی و اتفاقاته. خب بعد از نسل 3 و 4 به بعد دیگه این که بخوای مشخصا نامگذاری کنی از کی شروع شد، چی شد، چی نشد، سخت شد. ولی زمانی میگن بود که این اتفاق. نه تاجرها زمانی اومدن که وارد نسل 2 شدیم. اوکی. حالا بچه ها میریم جلوتر. تفکر اقتصاد مقیاس رو گفتم بهتون، من هرچی بیشتر تولید کنم چه اتفاقی میفته. و موضوع بعدی روی کرد یه طرف است. یعنی اگه بخوایم مارکتینگ میکسی نگاه کنیم تماما کمپانی به مشتریه. یعنی مشتری ارزش خیلی پایینی داره، کمپانی ارزش بالایی داره. حالا وقتی کمپانی ارزش بالایی داره، ساخت یک تولیدی به شدت واسه آدم‌ها صرف اقتصادی داشت. اوکی، ما الان تو بازاریابی الان چی میگیم؟ ساخت یک کلونی از مشتری واسه ما یک اتفاق ویژه است. اون موقع ساخت یک کمپانی تولیدی خیلی ارزش بالایی داشت. حالا نگاه کنید فاصله اومدن این موجا به ایران قبلا چه شکلی بود؟ نامه رو میدادی چاپار دوان مختار میومد میداد به کیان ایرانی. خب میومد میگفت این اتفاق افتاده. قبلا که تکنولوژی نبود، ورود اون فضا به داخل ایران این شکلی بود که مثلا فرانسویا، انگلیسا می اومدن اونو وارد ایران میکردن. تا بخوام وارد کنن طول میکشید. حرف منو متوجه میشین؟ این طول میکشید تا اینکه هی ارتباطات اومد، راه اومد، نمیدونم موضوعات دیگه اومد. این انتقاله از موجی که توی کشورهای دیگه ساخته میشد زمانی سریعتر شد. حالا میریم یه مقدار جلوتر. نسل یک سوال جانم. داستان اینه که موسی عقیلی حدیثی داره میگه لا ادرار فی. همین الان میخواستم راجع به این صحبت کنم. اوکی، من بچه زمانی که دست فروش بودم همیشه ما خیابون اول وای میسادیم. خیابون اول نیرو هوایی سر کوچه دوم مانتوگل. ما آدما که رد میشدن، خانوما رد میشدن، میگفتیم خانوما یه حدیث داره موسی عقیلی که میگه این مانتوها اگه شب تو کمدتون نباشه نمیدونم گناه کبیره است. موسی عقیلی هم خودمون ساخته بود. و عجله نکنید، همه رو میگم. اگه شما از این در رفتی بیرون هیچ چی سوال موند برات، هیچ کاری نمیتونم بکنم. وای میسم جواب بدم. بچه‌ها بازاریابی تو نسل 2، بازاریابی مشتری محور. مشتری تو یه ذره برام مهم شدی، یه ذره تو برای من مهم شدی.